داستان نفرین فرعون که چندین نفر رو به کشتن داد چی بود؟ همراه من باشید. داستان این مرگ‌های مشکوک که به نام نفرین توتنخامون یا طلسم مومیایی هم شناخته میشه، از اون جایی شروع شد که ترجمه یه متن باستانی مصر این هشدار رو میده که هر کسی خواب مومیایی‌های خانواده سلطنتی را بر بزند با خشم خدایان روبرو شده و کشته خواهد شد. کسی این موضوع رو جدی نگرفت و با شروع یک کندوکاو باستانشناسی فرشته مرگ دونه دونه سراغ آدمای این پروژه میره. سال 1922 یه تیم باستانشناسی انگلیسی با رویای بزرگ شروع کردن تاریخ رو کشف کنن بدون اطلاع از این که دارن یه نفرین رو بیدار میکنن. هاوارد کارتر سرپرست این تیم بود، کسی که برای نخستین بار پس از هزاران سال موفق شد مقبره فرعون رو باز کنه و پا به درون مقبره شاه بزنه. توی اون مقبره علاوه بر کلی اشیای قیمتی از جنس طلا، تابوت توتنخامون با این متن بالای سرش خودنمایی میکرد: مرگ با بالهای تیز، کسی را که آرامش فرعون را برهم خواهد. اولین قربانی سگ سرمایه گذار پروژه بود که وقتی گروه مشغول حفاری بودن زوزه هولناک کشید و افتاد و مرد. 5 ماه بعد و قربانی اول جورج کارناروال. جورج سرمایه گذار اصلی پروژه بود که در اثر نیش پشه، عفونت و ذات‌الریه مرد. نکته جالب این بود که جای زخم روی صورتش با زخم مومیایی توتنخامون یکی بود. قربانی دوم جورج جی گولد، بازرگان ثروتمند آمریکایی که از مقبره بازدید کرد و چند ساعت بعد دچار تب شدید شد و مرد. نفر سوم هیو ایورلین وایت، کسی که خودش رو دار زد و این نوشته رو کنار خودش گذاشت: تسلیم نفرین فرعون شدن. هنوز 1 سال از شروع پروژه نگذشته بود و قربانی چهارم سر آرچیبالد دوگلاس رید به بیماری مشکوکی مبتلا شد و درگذشت. نفر پنجم این لیست ریچارد باتیل بود که در آپارتمانش در لندن به شکل هولناکی سوخت. نفر ششم آرون امبر، مصر شناسی که داشت روی ترجمه کتابی درباره جادوهای مصر کار میکرد، تو آتش سوزی عجیبی کشته شد. عجیب تر این که پدر و مادرش هم چند ماه قبل به شکل‌های متفاوتی مرده بودند. خود هاوارد که کاشف اصلی مقبره بود بعد از 17 سال و بر اثر سرطان درگذشت. تمام 9 نفر اعضای این تیم به شکل‌های مختلف و عجیبی جونشون رو از دست دادن که علت مرگ اونها رو این مومیایی مرموز میدونست. بعد از تحقیقات و مطالعات علمی زیاد، حالا اما علت این مرگ ها رو هزاران گلدان کشف شده زیر هرم میدونن که حاوی بیش از 200 تن مواد ناشناسه که هنوز محتویات اونا شناسایی نشده. حالا اما محققان علت خیلی از این مرگ ها رو مواد رادیواکتیوی که توی این محل ها کشف کردن میدونن. ولی خیلی از مرگ ها هم عجیبه و از لحاظ علمی قابل بررسی نیست. نظر شما چیه؟ لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا مطالب جدید رو از دست ندید و حتما نظرتون رو به اشتراک بذارید.